ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامپولوف. قسم دوم، گفتار 29. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. میان روزی با فوطه کبود سخت بستگی بوده، در طرف چپش یک ککاردی کلان با غلاف و بندش آویزان می نمود. مخدومی گو وزنینانه از جایش خسته تبسم کنان بروی روزی رفت و دو دستش را از دو پهلو به میان بندی او زد. دست راستی مخدوم کارد روزی را با غلافش و میان بندش همراه کرده به قبضه خود در آورده بود. روزی که از مخدوم قامت بلند بود، دو پنجه خود را با ضربه سخت به دو کتف او زد و انبوروار محکم داشته با قوتی تمام پس و پیش تکان داد. اما مخدوم مانند ستونی که تا نیمه اش در زمین گورانیده شده باشد هیچ نمی جنبید و در جایش برقرار می ایستاد. چون نوبتی زور کردن به مخدوم رسید، روزی را با دو دست آزاد به سرش برداشت. تنه درازی او به بالای سری مخدوم، بر سری دو دست او معلق و کندلنگ می ایستاد. شاگرد روزی این حال را دیده هجوم کنان دوید که با استاد خود یاری رساند. چون او نزدیک رسید، مخدوم با یک پا راست ایستاده با پای دیگرش به زیر ناف وی چنان سخت زد که او مانندی سگی سنگ خورده غراس زنان یک چند قدم پست رفته افتاد. مخدوم در وضعیتی که تنه روزی را بر سری دستش معلق می داشت مانند رقاصانی چابک حرکت چرخ زدن گرفت. روزی در هوا دستک و پایک می زد، اما نه دستش و نه پایش به یگان جای مخدوم نمی رسید. در آخر مخدوم آن بدنی شلپر شده را چپه کرده به زمین زد و در حال به سری سینه اش نشست و دو دست او را از بندهایش محکم داشته آنها را بالای هم به گلوی خود او گذاشته زیر کرد و یک چند دقیقه به همین وضعیت داشته ایستاد. کوچه از تماشابین پر شده بود. ظاهراً همه از دستی بدکرداری های روزی به جان آمده بودند که کسی برای رهانیدن او از چنگال مخدوم حرکت نمی کرد. حتی تماشابینان شاگرد روزی را که نفسش را راست گرفته دوباره می خواست به مخدوم هجوم کند به پیش آمدن نگذاشتند و جنگ کاری شیطان است گویان او را باز داشتند. وقتی که مخدوم گلوی روزی را اندکی سست کرد، او آواز برآورده صدا داد: ستار که شهرم را دادم. گفت او غرونگاس زنان. نظر به اصطلاح آلفته های بخارا، شهر را دادن تسلیم شدن بود و ستار کلانترین قسم آنها به شمار می رفت. هر آلفته ای که بعد از با این کلمه قسم خوردن
از قبلش گردد، از روی قاعده آنها خونش حلال بود. مخدوم گاو گلوی روزی بدبروت را سر داده از سری سینه او خیست و از بازوانش گرفته برای راست خیستن او یاری داد. وقتی که روزی راست شده در رو بروی او دست پیش گرفته ایستاد، مخدوم از کیسه خود 5 تنگه را برآورده به او دراز کرد. اکنون توبه کردی؟ گفته پرسید. توبه کردم. گویان او تنگه ها را از دست مخدوم گرفت. ما غریبانه به مدرسه برگشتیم. سیر فیض‌آباد. من حرکت جسمانی چابکانه و پهلوانی مردانه مخدوم گاو را در سیر فیض‌آباد دیدم. در بخارا در آن وقتها نوروز را که عید بهاری عمومی فارسی زبانان است بسیار حرمت می کردند. حتی علمای دینی با این عید که پیش از اسلامیت، پیش از اصطلاح عربها عادتاً ملی بوده، بعد از مسلمان شدن هم مردم این عید را ترک نکرده بودند، رنگ دینی اسلامی داده از وی فایده می بردند. از آیتهای قرآن 7 سلام نوشته به قولنگاب که خوردن وی در نوروز از عادتهای ملی پیشتره بود ترک کرده می خوراندند و پول می گرفتند. در روز نوروز در ارک امیر یک مراسم دینی تشکیل نموده ضیافت می خوردند، پول می گرفتند و خلعت می پوشیدند و پس از نوروز به شرف سال نو چند روزه سیرهای رسمی تشکیل می کردند و مانند اینها. اما خلق پیش از سال نو که در سالهای عادی 22 مارت و در سالهای کبیسه سالی که فوریه 29 می شود 21 مارت می درآید، سیرها تشکیل نموده گویا برای پیشوازگیری نوروز حاضری می دیدند. کلانترین این سیرهای خلقی در فیض‌آباد تشکیل می یافت. در این سیر که در ماه هوت از 20 فوریه تا 22 مارت برپا می شد، مردم هر روز جمعه به فیض‌آباد رفته سیر می کردند. فیض‌آباد دیهه‌ای است در شمال شرقی شهر بخارا در مسافه 1 کیلومتر که باغات خوب و کشتزاری وسیع سیراب دارد و حالا در آنجا کلخازی به نام معارف تشکیل یافته است. ما در جمعه دوم موسم سیر فیض‌آباد که عادتاً بسیار گرم و سیر آدم می شود به تماشا برآمدن خواستیم. هرچند از شهر و از دیهات اطراف شهر آدمان با گروه های کلان با آن سیر برآیند هم گروه ما آنقدر کلان نبود. در گروه ما مخدوم گاو و دادرش پیرک، ملا حامد صوتی و زین الدین خواجه اکم و من همگی 6 نفر بودیم. مخدوم گاو از حجره‌اش یک چایجوش برنجی که به جای چاینک به کار می رفت 2 پیاله و 1 کمپل ادیاله گرفته برآورد که کمپل را پیرک در بغل گرفت و چایجوش و پیاله ها را من برداشتم. ما ساعتهای 9 روز از شهر از دروازه مزار برآمدیم. از آن دروازه به طرف شرق یک راه کلان بود که راست رفته به مزار بهاءالدین نقشبند می رسید. به این سبب نام آن دروازه را مزار نهادند وگرنه نام تاریخی وی دروازه آب است که شهررود از طرف آن دروازه به شهر می درآید.
از این دروازه به طرف شمال شرقی یک راه کلان می رود که وی از پیش دهه فیض‌آباد و دلکشای بیرون گذشته به غوربون می رسد. در میانه این دو راهی کلان یک راه پیاده‌گرد بود که از بین پشته‌های قبرستان گذشته به کشتزار و سیرگاه فیض‌آباد می رفت. ما انا با همین راه پیاده‌گرد روان شدیم. وقتی که ما از مزار خواجه اسحاق کلابادی گذشتیم، از پیش ما یک میدانچه چقور برآمد که طرفهای شرق، جنوب و غربی وی را پشتهای بلند گلزار گلفروشان احاطه می کردند. در این میدانچه یک چند بیخ درختان گجومی سرخوشک، یک چند صفچه های نشستگاه چاینوشان بوده، در طرف شمالش یک خانچه، یک ایوانچه و یک صفه دراز روی جای گرفته بودند. در صفچه ها و در صفچه دراز روی چاینوشان می نشستند. ما هم با تکلیف مخدومی گو در یک صفچه که در کنارتر میدان واقع شده بود نشستیم. سماوارچی به پیش ما یک چاینک چای را با پیاله آورده نهاده، چرس در کار است؟ گفته پرسید. مخدومی گو که در این گونه موردها وظیفه رهبری را به جا می آورد، نه در کار نیست گفته جواب داد. ما در وقت چای نوشی باشندگان آن منزل را یگان یگان از نظر گذرانیدیم. بر روی صفه دراز رویه که در پیش خانه و ایوان واقع شده بود یک چند قلندران می نشستند که آنها روزهای پنجشنبه و یکشنبه با گروهی کلان ذکرگویان شهر را تماما رسته برسته گردش نموده کچکول گدایی می کردند. اینها پیشروی همین گروه بودند که در اینجا هم با همان لباس قلندری درویشی می نشستند. در میانشان کمربندی سیربری گلیمین با سنگ قناعت بستگی بوده، از روی ژنده های نودوخت سمرقندی پوشیدگی بودند. فقط مطبخ کدو و کلاهی چارترکشان در زمین نهادگی بوده، مویهاشان مانند مویهای زنانی به سرشویی تیار شده به اطراف سر و رویشان آویزان و پریشان بود. هر قلندر یک سوته، یک عصای قفسی خراطی سرنیزدار هم داشت که آن سوته ها در پیش دیواری خانچه قطار در زمین راست خلانده ماندگی بود. در پایین صفه دو سگی حلقدومی درازگوش بود که آنها شکمی خود را به زمین نهاده تمشقشان را در میانه دو پای پیشی به پیش دراز کرده اشان گذاشته چشمهاشان را به قلندران دوخته بودند. آنها چنان بی حرکت بودند که نه یگان اعضای خود را می جنباندند و نه به طرفی غیر از آن طرفی که قلندران نشسته بودند نگاهی می کردند. آنها عیناً به مریدانی مانند بودند که در آن زمانها در پیش پیرشان در وقت توجه دادن او با بی حرکتی مردگانه می نشستند. در دوره قلندران یک چند نفر جوانان 16-18 ساله هم می نمودند که قلندران با آنها گرمی چقچق بودند. این جوانان خوش لباس و خوش صورت بوده، پرنوری چشمانشان به پرقابلیتی طبیعیشان گواهی میداد. در صفچه های دیگر گروه های آدمان گوناگون می نمودند که از قیافهشان از طبقه های گوناگون بودنشان معلوم می شد. در آن صفچه ها طلبه های عادی گروهی را، مخدوم ها ملازادگان گروهی را، بای بچگان گروهی را، اهل کسبه و بازاریان عادی گروه های دیگر را تشکیل داده می نشستند. ما هنوز یک چاینک چای را نوشیده تمام نکرده بودیم که قلندر بچه از خانچه چلیمی را برداشته برآورد.
آن چلیم مانند چلیم‌های عادی تماکو کشی، چوب کدوگی یا میسین نبوده، از چوب چهارمغز به شکل چوب کدو ساخته شده بود. فقط این چلیم نسبت به چلیم‌های عادی غفص‌تر و کلانتر بود. سرخانه این چلیم هم نسبت به سرخانه‌های چلیم‌های عادی وسیع و بلند بود. قلندربچه سرخانه چلیم را با چیزی که در آن وقت من هنوز چی بودنی آن را نمیدانستم پر کرده، بروی وی آتش گذاشته از نی چلیم یک دو قلاب کشید. مخدومی گو این حال را دیده چرس یعنی بنگ کشی سر شد گفت و من در آن وقت فهمیدم که آن چیزی در سرخانه نهاده شده بنگ بوده است. قلندربچه بعد از پزاندنی چلیم در گراندنی آتشی سرخانه با بادکشی خود نی چلیم را به پیشگاه نشینی قلندران راست کرد. این قلندر در تن ژنده نو داشته قریب 50 ساله می نمود و در ریشش جا جا تارهای سفید پیدا شده بود و از قیافه و نمودی ظاهریش معلوم می شد که او بابای قلندران است. وقتی که بابای قلندران چلیمی بنگ را در دست گرفت، سگها بی طاقت شدن گرفتند. هرچند هنوز هم آنها از جایشان نمی جنبیدند، اما پشمهای بدنشان از بیقرار شوی عصبهایشان می پریدند و می لرزیدند. بابا بعد از آن که چلیم را دوسی قلاب کشیده با نعره قلندرانه حق دوست الا الله پیرم نقش بند دیوانه گفت، به طرفی سگان تبسم کنان نگریست. آنها هنوز نمی جنبیدند، اما در جواب نگاهی مرحمت آمیزانه بابا دمهاشان را جنبانده به خاک زدن گرفتند. بابا به سگها نگاه کرده بیایید جانوران حق گوی گفت. هر دو سگ برابر از جا جسته پیش آمده راست شده، پاهای پیششان را بر لبی صفه گذاشته، دهانشان را کشاده، هر دو در پهلوی یکدیگر چشمانشان را به بابا دوخته ایستادند. بابا پشت چلیمی بنگ را به دهان یکی از آن سگان راست کرده، سوراخی در پشت داشته وی را با انگشتش بسته دوسی قلاب کشیده آتشی بنگ را درگیرانید. وقتی که درون چلیم پر از دودی بنگ شد، انگشت خود را از سوراخ چلیم برداشته از نوری وی پف کرد. سگی که دهانش به سوراخ پشت چلیم نزدیک بود، دودهایی از آنجا برآمده را با ذوق تمام فرو کشید. بابا به سگی دیگر هم به همین طریقه بنگ کشانید. آنها رفته به جای اولیشان در وضعیت اولی دراز کشیدند. قلندربچه سرخانه چلیم را تازه کرده، در وی بنگ و آتش نو گذاشته، قلندران و جوانان همصحبت آنها را نیز بنگ کشانید. صحبت قلندرانه گرم شد و صدای حق دوست یا هو یا من هو از دهان همه قلندران و جوانان همصحبتشان بلند گردید. حتی سگها هم صدای مخصوصی شادیانه برآورده به خرسندی صاحبشان همراهی می کردند. در این وقت قلندربچه دیگر یک چلیمی چوبی چهارمغزی دیگر را ساز کرد و دوره چاینوشانی بیرونه را گردش کرد. در آن دوره ها هم کم کس بود که بنگ نمی کشید و آن گونه آدم به سبب ناالفتیش از طرف همگروهان خودش طعنه می دید و مسخره داشته می شد. هر گروه بعد از کشیدنی بنگ
به اندازه کلان یا خرد بودن گروهشان به قلندربچه چلیمدار از 2 تنگه 30 تن تا 5 تنگه می دادند. قلندربچه گاه گاه رفته سرخانه چلیم را تازه کرده باز می آمد. گروهی ما در اولی کار چرس در کار نی گفته باشد هم قلندربچه باید برای حرمت باشد چلیمی تازه کرده اش را به پیش ما آورده تقدیم نمود. مخدومی گو به اشارتی سر رد کرد. قلندربچه به دوره دیگر رفت. ملا حامید به مخدومی گو گفت هیچ کدامی ما در عمر خود بنگ نکشیده ایم، اما شما که پیشتر 2 سرخانه بنگ را یک باره کشیده پیاز را قرود گفته خورده بودید، چرا نکشیدید؟ در روی مخدومی گو یک نوع دیگرگونی پیدا شد. من باری اول بود دیدم که در ابروان وی چین افتاد، اما تبسمی عادتیش هنوز هم از لبان وی دور نمی شد و به همین وضعیت در جواب پرسش ملا حامید به او نگاه کرده گپ سر کرد. شما گمان کردید که من قباحت بنگ را نمی دانم و اگر دانم هم در صحبت مخدومان این شمگیاه را به صفت یک واسطه وقت خوشی کشیدم. اگر شما همین ترس پنداشته باشید خطا کرده اید. مخدومی گو پیاله چای در پیشش گذاشته شده را نوشیده باز سخن خود را دوام داد. مخدومان احمق می‌خواهند که مرا مغلوب نموده مسخره کرده تماشا کنند. من که به پیش آنها مغلوب شدن را عار می‌دانم، هر تکلیف آنها را رد نکرده به جا می‌آورم. این کاری من یک آلت مبارزه است با آن احمقان. در نتیجه خودی آنها مسخره شده می‌مانند. قلندران باز یک بار دیگر سرخانه ها را پر کرده بنگ کشیدند و سگ ها را هم کشاندند. غلغله قلندرانه آنها باز هم بلندتر گردید. جوانانی هم صحبتشان گاه ها خندیده و گاه ها گریسته پیراهنشان را چاک کرده خودشان را به هر طرف می پرتافتند. سگها باشند بعد از دوباره بنگ کشاندن به جای اولیشان رفته یازیدند و خوابشان برده مرده برین شده ماندند. مخدومی گو به سخن دوام کرد. این قلندران را که می بینید گفت او، همان کسانی اند که هفته 2 بار شهر را گردش کرده به نام خدا، به نام پیغمبر، به نام بهاءالدین و عزیزان دیگر از مسلمانان پول می‌غنداورند و دیده ایستاده اید که آن پولها را به چی راه صرف می‌کنند. اینها نه تنها خودشان مردار و خرابند بلکه دیگران را هم مردار و خراب می‌کنند. این جوانان که در صحبت آنها نشسته‌اند مرغکانی بیگناهی نادانند که بدامی صیادی بیرحمی افتادند. عاقبت اینها در دست این قلندران هلاکت است. اگر این جوانان به کسب و کاری چنگ می زدند در خطاری آدمان در آمده یگان جای خالی دنیا را پر می کردند. حالا باشد اگر بختشان تازد مانند پیران خود قلندر می شوند. این قلندران خدا بی خبری بی رحم نه تنها فرزندان آدمان را خراب می کنند بلکه حیوانها را هم از کار می برارند. دیده ایستاده اید که 2 سگی تازی هوشیار با 2 بار بنگ کشاندن به چه حال افتادند. مخدومی گو که از بسیار گپ زدن گلویش خشکیده بود از چاینک یک پیاله چای کشیده نوشیده باز دوام نمود. این احوالی که شما دیدید و من برای عبرت شماها را اینجا آورده این حال را نشان دادم احوالی ظاهری قلندران است.
اما احوال شبانه و مخفیانه اینها باز هم نفرت انگیزتر است. آن سوته هایی که در زیر دیوار قطار کرده راست مانده اند یراقی تاراجگری اینهاست. بیشترین قلندران به صدقه روزانه از مردم بریزای آنها ستانده اشان قناعت نکرده، شبانه در راه های خلوتی اطرافی شهر آدمی تنها واخورده را تاراج هم می کنند و اگر آن آدم مقابلت کند سرنیزه سوته اشان را از شکمی وی دریغ نمی دارند. اینها در اینجا روزانه در پیش مردم با آدابانه مستی بنگیانه کرده نشستند. اما کارهایی که اینها در مجلس بنکشی شبانه می کنند آدم از گفتن و شنیدنی آن گونه کار شرم می دارد. اگر آدمی با ناموستر آن کارهای اینها را بیند این مرداران را نکشته نمی ماند. مجلس قلندران تا رفت می جوشید، اما صحبت ما درباره آنها پیر شد. ما رفتن خواستیم. همه رفیقان برابر دستهایشان را به کیسه هاشان زدند که پولی چای را دهند، اما مخدومی گو قبول نکرد. پولی چای این سیر از من شود گفت و او پولی چای را داد. ما به طرف سیرگاه روانه شدیم. در گوشه های پسخمی راه پیاده‌گرد که شمالش را کشتزارها و جنوبش را مزارها احاطه کرده بودند، هر گونه قماربازی ها تشکیل یافته بودند. غیرک بازی، قرط بازی، تسمه بازی و بجل بازی به نظر نمایان ترین آن بازی های مخفی بودند. چون به راه بین جوگی خانه و فیض‌آباد برگشتیم، از پیشمان اشتی بازی ها، چارمغز بازی ها، قندک بازی ها با دانکی زردالو و تخم بازی ها برآمدند که اینها قمار بازی های روی راست به شمار می رفتند و اشتراک کنندگان این بازی ها برای قمار بازی کلان شدن تیاری می دیدند، ریپیتیسیا می کردند. ما پیش رفته به مرکزی سیرگاه که خانقاه فیض‌آباد است رسیدیم. طرفهای شرقی، غربی و جنوبی خانقاه را فروشندگان و خریداران فرو گرفته بودند. فروشندگان همه آش فروش، نان فروش، گوشت فروش، کله پاچه فروش، مویز و چارمغز و دانه شورک و نخود بریان فروش و دیگرها بوده. خریداران همه خورندگان این اشیا بودند. بعضی ها راست ایستاده و بعضی ها در پیش فروشنده سری دو پا نشسته چیزهای خریدهشان را می خوردند. در روی صحن خانقاه سماوارچیان پلاس پهن کرده دکان آراسته بودند که در آنجا تماشابینان با گروه های خود دوره گرفته نشسته چای می نوشیدند. ملا حامد تکلیف نمود که در یگان جا نشسته چای نوشیم، اما مخدومی گو قبول نکرد. شما گفتاری 29 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولов، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.